شاعر میگه که چون که از چاقی شده جانم به لب، گفتمش عطار ببین حالم بد است، وزن من خیلی فراتر از 100 است. گفت عطار که دوا دست من است، نوش این معجون را روزی 3 بار، چربی ها زین پس میافتند به فرار. عرضم به حضورتون که عطاری شغل خانوادگی ماست. از وقتی یادمه خیلی از کسایی که میام پیش ما میگن حاجی عطاری یه جوشونده چیزی به ما بده جلوی این اشتهای ما رو بگیره، خسته شدیم از بس ریختیم تو این خندق بلا. ما هم که دکتر نبودیم بدونیم چی به چیه. 4 تا گیاهی که میدونستیم خوبه میدادیم بهشون، میگفتیم یه ذره هر کدومو قاطی کن بخور. ولی خدا رو شکر الان همه چی پیشرفت کرده. یه چیزی ساختن که با توجه به مزاج سرد و گرم هر کدوم از گیاها اومده یه چربی سوزی ساخته که چون تبش معتدله، یعنی نه سرده که معده رو اذیت کنه، نه گرمه که باعث ایجاد جوش و خیلی مشکلات دیگه بشه. سوخت ساز و بدن رو بالا میبره، اشتها رو کم میکنه، باعث میشه راحت لاغر بشی. من خودم بیشتر از 10 سال هر کی میخواد لاغر شه فقط میگم برید تو سایتش این چربی سوز رو بگیرید. از قدیم همه مشکلات و بیماری ها رو با روش های طبیعی و گیاهی درمان میکردن، نه مثل الان که همه چی مصنوعی و شیمیایی شده و کلی به بدنمون آسیب وارد میکنه، مخصوصا در خصوص لاغری و کاهش وزن که مردم حاضرن هر کاری بکنن تا به وزن ایدئال برسن. خوشبختانه تیمی از متخصصین طب سنتی با ترکیب چند گیاه مثل زیره، زندیان، چای سبز و کرفس موفق به تولید چربی سوزی شدند که به طور طبیعی سوخت و ساز بدن رو بالا میبره و اشتهای کاذب رو کاهش میده. در نتیجه شما بدون نیاز به رژیم و ورزش ماهی 5 تا 7 کیلو کاهش وزن رو تجربه میکنید. این چربی سوز گیاهی بیشتر از 10 سال قدمت داره و دارای مجوز وزارت بهداشته. اگه شما هم میخواید خیلی راحت به وزن دلخواهتون برسید، همین حالا روی لینک زیر کلیک کنید و سفارشتون رو با تخفیف 50% ثبت کنید.